با سلام و وقت بخیر به شما مخاطبین عزیز کانال سما مسلم و سپاس از همراهی شما. توجهتان را به این ویدیوی عجیب جلب می‌کنیم. ویدیویی درباره یکی از اسرارآمیزترین و کمتر شناخته شده ترین فرقه های بلوچ ایران و پاکستان. فرقه‌ای که مدعی اسلام است اما نماز را منسوخ کرده و به جایش ذکر می‌خواند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خاتم پیامبران نمی‌داند. مؤسس این فرقه اول ادعای مهدویت داشت و بعد هم ادعای نبوت کرد. آنها قرآن و عبادات مخصوص به خود را دارند و حتی برای کعبه و مراسم حج هم جایگزین‌هایی ساختند. تا پایان این ویدیو همراه ما باشید تا درباره فرقه ذکریان بلوچستان ایران، پاکستان و عمان و آداب عجیب این مدعیان اسلام بیشتر بدانید. ذکریه را شاخه‌ای از مهدویان هند دانستند که در نیمه اول قرن دهم در هندوستان گسترش یافته بود. آنها در میان مسلمانان بلوچ که غالباً سنیان حنفی مذهبند اقلیت دینی به شمار می‌آیند. ذکریه را پیروان سید محمد کاظمی حسینی مشهور به سید محمد جونپوری دانستند. جونپوری که از مدعیان مهدویت بود، بعد از دعوی مهدویت در شهرهای مختلف به وعظ و خطابه پرداخت و بعد از مدتی پیروان بسیاری پیدا کرد که از مهمترین آنها میتوان به غیاث الدین خلجی حاکم مالوه و میرزا شاه بیگ والی قندهار اشاره کرد. جونپوری بارها تکفیر و تبعید شد و در آخر در فراه در افغانستان از دنیا رفت. ملا محمد عتکی مهمترین شخصیت مذهبی ذکریان و به قولی مؤسس این فرقه از مریدان و خلفای جونپوری بود. او بعد از درگذشت جونپوری به منطقه سرباز رفت و در آنجا با بعضی از علمای اسماعیلی دیدار و درباره مفاهیمی مثل مهدویت و وحدت وجود گفتگو کرد. بعد به تربت در ناحیه مکران رفت و کوه مراد را پایگاه اصلی فعالیت‌های خود قرار داد و پایه‌های اصلی آیین ذکری را بنا کرد. مدتی بعد عتکی ادعای مهدویت و بعد هم ادعای نبوت کرد. او مدعی شد که شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منسوخ شده و خدا به او کتابی وحی کرده است. ملا محمد به گفته پیروانش در سال 977 هجری قمری ظهور و در 1000 یا به روایتی در 1029 غیبت کرد. به عقیده ذکریان او نوری بود که در تاریخی معین در هیئت انسانی ظهور کرد و بعد از دوره‌ای هدایت و ارشاد مردم باری دیگر از نظرها غایب شد. با پیوستن چند سلسله قبایل محلی ملوک بولیدی و ملوکیج بینائین، ذکریه در منطقه مکران گسترش چشمگیری پیدا کرد. ابو سعید اولین فرمانروای بولیدی مکران و ملا مراد گچکی در بسط و گسترش این فرقه سهم مهمی داشتند. اوج قدرت و نفوذ ذکریان در بلوچستان و مکران به دوره فرمانروایی ملک دینار گچکی، آخرین فرمانروای مقتدر ذکری مکران برمیگردد که دوره حکومت او با سالهای پایانی دوره صفویه همزمان است. بعد از شکست ذکریان از سپاهیان نادرشاه که با حمایت خلیفه عثمانی به سرکوبی آنها برخاسته بود، قدرت آنها ضعیف شد. در نیمه قرن 18 میلادی در بلوچستان حکومت محلی خاناس شکل گرفت و توسعه یافت که تأثیر آشکاری بر سرنوشت ذکریان داشت. میر نصیر خان نوری حکمران مقتدر کلات ذکریه را فرقه‌ای کافر اعلام کرد و با تصرف نواحی ذکری نشین تلاش کرد تا آنها را از بین ببرد. این واقعه زمینه ساز مهاجرت ذکری‌ها به مناطق دور از دسترس و حاشیه‌ای از جمله دره بولیده شد که در چند قرن اخیر سکونتگاه اصلی ذکریان در بلوچستان پاکستان بوده است. در دوره بدلخان که خان کلات بود و بر مکران تسلط داشت، ذکریان این منطقه مجال خودنمایی نیافتند، اما در سالهای آخر قرن 19 بعد از افزایش نفوذ حکومت بریتانیایی هند در بلوچستان، ذکریان توانستند در پناه فرمانروای انگلیسی هند حیات اجتماعی خود را از سر بگیرند. دسترسی به شناخت جامع و معتبری از مبانی و ریشه‌های تاریخی عقاید ذکریان دشوار است. پیروان این فرقه عموماً ناشناخته مانده و منابع شناخت عقایدشان محدود است. ذکریان خود را مسلمان می‌دانند، اما بعضی فقها آنها را کافر اعلام کردند.
و معتقدند آنها با اعتقاد به مهدویتی دروغین و سپس نسخ شریعت اسلام، خاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را منکر شده و اصول محوری دین اسلام را زیر پا گذاشتند. آنها به جای اقامه نماز مراسم ذکر برگزار می‌کنند و به همین دلیل خود را ذکری و دیگر مسلمانان را نمازی می‌خوانند، هرچند در گذشته به نام داعی هم معروف بودند. ترک فرایض مورد تأکیدی مثل نماز و جایگزینی آنها با بدعت‌های خودشان از دلایل مهم فقها در رد ادعای مسلمانی ذکریان است. مشابهت بین بعضی از عقاید و عبادات ذکریان و مسلمانان هم میتواند به خاطر شکلگیری این فرقه در میان مسلمانان باشد. به اعتقاد ذکریان که خاتمیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انکار می‌کنند، محمد اتکی خاتم پیامبران است و معتقدند قرآن به واسطه پیامبر اکرم بر او نازل شده است. البته بعضی از علمای ذکری عنوان کتاب نازل شده بر اتکی را برهان یا برهان التأویل می‌دانند. به عقیده آنها قرآن و برهان قسمت‌هایی از کتابی با عنوان فرقان بودند. فرقان 40 جزء دارد که 30 جزء آن خاص اهل ظاهر است و قرآن نام دارد و 10 جزء آن خاص اهل باطن یا ذکریان است و برهان نام دارد. باور به مهدویت هم از مهمترین اعتقادات ذکریان است. تفاوت بارز ذکریان در این زمینه با فرقه های مسلمان در این است که آنها بنیانگذار فرقه خود را همان مهدی موعود می‌دانند. مهدی خاتمی که صاحب تأویل و مأموریتش برداشتن حجاب شریعت از جوهر دین بوده است. اما درباره هویت تاریخی مهدی ذکریان اختلاف نظرهایی وجود دارد. بعضی سید محمد جمپوری و بعضی دیگر ملا محمد اتکی را مهدی موعود دانستند. به همین دلیل ذکریان به 2 گروه تقسیم شدند: قدامت پسند که اتکی را مهدی می‌دانند و جدت پسند که قائل به مهدویت جمپوری اند. علاوه بر سید محمد جمپوری و ملا محمد اتکی، از اشخاص دیگری همچون شاه نعمت الله ولی مؤسس طریقت نعمت اللهیه به عنوان مصداق تاریخی مهدی ذکریان نام برده شده است. محوری ترین آداب عبادی ذکریان ذکر است. آنها ذکر را جایگزین نماز کردند و آن را در مکانی به نام ذکرخانه یا ذکرانه برگزار می کنند. آنها به قبله اعتقادی ندارند و در ذکرانه هم محراب قرار داده نشده است. مراسم ذکر در 5 نوبت و در ساعتهای معینی از شبانه روز برگزار می شود. 3 نوبت از این اذکار دست جمعی و با صدای بلند برگزار می شود که به آنها ذکر جلی می گویند. 2 نوبت دیگر انفرادی و در حالت سکوت انجام می گیرد و به آنها ذکر خفی می گویند. این اذکار به زبانهای عربی و فارسی اما با گویش بلوچی هستند. در کنار این ذکرخوانی‌های روزانه در 3 آیین سرودخوانی چوگان، بیت و صدا هم شماری ذکر خوانده می شود. چوگان که مهمترین این آیین هاست، دست جمعی برگزار می شود و نوعی رقص و سماع یا به گفته خود ذکریان نوعی کشتی است. چوگان آیین حمد و ستایش خدا، مهدی موعود، کوه مراد و دیگر مقدسات ذکریان است و در ایام خاصی که برای ذکریان اهمیت مذهبی دارد، مثل روز 27 ماه رمضان و روز بعد از عید قربان و جشن‌هایی مثل جشن ازدواج و ختنه سوران برگزار می شود. زیارتگاه اصلی ذکریان مکانی موسوم به کوه مراد در نزدیکی تربت، ناحیه‌ای واقع در بلوچستان پاکستان است. به اعتقاد ذکریان کوه مراد مقام محمود و مرکز نزول تجلیات و انوار مهدی است. آنها این کوه را جایگزین کعبه می دانند. زیارت کوه مراد ابتدا در دهه نخست ذی‌حجه برگزار می شد، اما بعد از تأسیس دولت جدید پاکستان در سال 1947 در 27 ماه رمضان برگزار می شود. به اعتقاد ذکریان هر یک از پیروان این کیش از کودکی به استاد یا مرشدی نیاز دارد تا راهنما و راهبر او در سراسر زندگیش باشد. هر مرشد ابتدا مریدان خود را در مراسمی توبه می دهد و آنها به خدا و قرآن سوگند می خورند که چون مسلمانی پیرو احکام قرآن زندگی کنند. این مراسم که بنیاد مناسبات مرید و مرشد است، نشان دهنده گذشتن مرید از مرحله کودکی به بلوغ اوست. پیشوایان دینی ذکریان ملا نامیده می شوند و بعضی از آداب ذکریان مثل اجرای مراسم ازدواج یا دریافت وجوهات را ملاها انجام می دهند. گفته شده است که ملاها اختیار تقسیم بهشت را دارند و رنجاندن آنها باعث رنجاندن مهدی خواهد شد. سحر و جادو را هم به آنها نسبت دادند. خوب است بدانید بعضی ملاها را همون مرشدها دانستند.
با وجود پافشاری ذکریان بر علاقهشان به اسلام، احزاب و انجمن‌های اسلامگرای نوین پاکستان و در رأس آنها جماعت علمای اسلام حاضر به پذیرفتن این جماعت به عنوان بخشی از امت اسلامی نشدند و به مخالفت سرسختانه با آنها ادامه دادند. با این حال بعضی از احزاب ملیگرای پاکستان تلاش کردند پیشینه فرهنگی ذکریان را برجسته و برای رفع محدودیت‌ها و احیای حقوق آنها تلاش کنند. این تلاش‌ها البته بی ارتباط با تأثیر ذکری‌ها در سیاست پاکستان و پیروزی بعضی احزاب در آن کشور نبوده است. از نیمه قرن 19 جمعیت بزرگی از ذکریان به کرانه‌های رود سند و به ویژه بندر کراچی مهاجرت کردند. شمار چشمگیری از آنها هم در قرن اخیر به سرزمین‌های ساحلی دریای عمان مهاجرت کردند که در این میان سلطان نشین عمان پذیرای بیشترین جمعیت مهاجران ذکری بوده است. جمعیت ذکریان ایران که عمدتاً در مناطق سرباز، گه و قصر قند بلوچستان